نام آسیب الله است که از ولادت دور محمد از ولایت کابل هستم. دیگه مدت 6 ماه است که عمر فاروق اندیوالی داشتیم. باز موضوع شارت بیمک طرف تاجیکستان ده منطقه خوجه غار امور ما جور کرده بودیم. امی مسائل که برای ما طرف تاجیکستان ازبکستان شارت میکردیم که یک هماهنگی بین جبهه مقاومت و داعش بوده که اونا از پنشیر و اندراب مسائل را خریداری میکردن و طریقای خود انتقالش میکردن تا اینجا را باز میدادن به رزی مردم. باز میمدیم طرف تاجیکستان و ازبکستان دو دفعه را شارت کردیم. این میزایلات این ساحات پیدا نمیشد. باز اونا از اون طرف برای ما انتقال میکردن میدادن میگفتن که مقصد بزنین شما چی را ازبکستان تاجیکستان. همین که یک هماهنگی بین جبهه مقاومت و داعش هست و عملیات دیگه بوده در چیز در